درگیری مقابل مکان مراسم ابراهیم رئیسی حضور داشته و آسیب هم دیده صحبت کردیم و روایت ها رو هم با هم تطبیق دادیم. او پس از درگیری به بیمارستان منتقل شده. در پایان همین گزارش با او به صورت زنده گفتگو می‌کنیم، اما پیش از گفتگو بیایم مروری داشته باشیم به اون چیزی که دیشب اتفاق افتاده. اعلامیه‌ای که شورای علما و مراکز اسلامی ویلچری منتشر کرده رو اینجا میتونید ببینید. مراسم برای تجلیل از ابراهیم رئیسی و دیگر سرنشینان هلیکوپتر. تاریخ اعلامیه جمعه یعنی دیروز از ساعت 6:30 تا 8:30 عصر به وقت محلیه. محل مراسم شمال غرب لندن بوده. این مکان در 20 دقیقه ورزشگاه ومبلی لندن و نامش دیوان الکفیله که معمولا مراسم اسلامی از جمله مراسم ماه رمضان در اونجا برگزار میشه. در حالی که مدعوین مجلس یادبود ابراهیم رئیسی در حال وارد شدن به مراسم بودن، در ابتدا تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی بیرون این مرکز تجمع میکنن و با دست داشتن عکس کشته شده های 1401 شروع به پخش آهنگ شاد میکنن. Telefon almak istersin, kendini vatanda bulursun. Merhaba. طبق روایت مخالفان جمهوری اسلامی که اونجا حضور داشتن بین 10 تا 20 نفر از در ورودی محل مراسم بیرون میان و به سوی این 5 نفر حمله بر میشن. طبق روایت یکی از معترضان هر 4 نفر رو روایت یکی از معترضان که به ما گفته هر نفر رو 2 تا 3 طرفدار جمهوری اسلامی دوره میکنن و سپس بهشون حمله میکنن. پلیس لندن بین 15 دقیقه تا نیم ساعت بعد از درگیری در محل حضور پیدا میکنه. پلیس لندن در بیانیه اعلام کرده که 4 نفر در این مراسم مجروح شدن، یعنی از هر 5 نفری که اونجا حضور داشتن 4 نفرشون در این درگیری آسیب میبینن که امدادگران اورژانس اونها رو مداوا کردن و سپس هر 4 نفر با آمبولانس‌های جداگانه به بیمارستان منتقل میشن. پلیس لندن اعلام کرده که جراحات وارد شده در حدی نبوده که جان افراد رو تهدید بکنه. تصاویری از درمان کسانی که زخمی شدن یا بیمارستان منتقل شدن هم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده. امروز هم قرار مراسم یادبودی برای رئیسی و روشن کردن شمع جلوی سفارت جمهوری اسلامی در لندن برگزار بشه. این مراسم ساعت 9:30 شب به وقت تهران و مخالفان جمهوری اسلامی گفتن که امشب هم اونجا حضور خواهند داشت. از اعلامیه مراسم مشخصه که مراسم توسط مراکز اسلامی بریتانیا برگزار شده. پس از خبر شدن حمله طرفداران و برگزار کننده های مراسم یادبود رئیسی به معترضان، بسیاری از فعالین سیاسی دوباره به موضوع مراکز اسلامی در اروپا و بریتانیا پرداختند و نوشتند که حضور عوامل جمهوری اسلامی برای غرب خطرناکه. در اروپای غربی دست کم 11 مرکز اسلامی وجود داره که گفته میشه با جمهوری اسلامی رابطه دارن، از آلمان و انگلستان و ایرلند تا سوئیس و سوئد و نروژ و دانمارک و فنلاند و فرانسه. در این میان بریتانیا بیشترین مراکز اسلامی مورد حمایت ایران رو در خودش جا داده. بعد از اون آلمان، سوئیس و سوئد هستن. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با الی برهان، بنیانگذار استیج آف فریدم و از آسیب دیده‌های تجمع دیروز و همینطور امید شمس، خوبان و تحلیلگر امور بین‌الملل که هر از لندن با ما همراه شدن. خوش اومدید خانم برهان. از زبان خود شما هم بشنویم که دقیقاً دیروز چه اتفاقی افتاد. پای شما هم آسیب دید و پس از اون به بیمارستان منتقل شدید. بله، همونطور که توی تصاویر دیدین ما یک تجمع کاملا مسالمت آمیزی رو داشتیم و طبق قانون انگلستان نیازی به اینکه بخوایم وقتی 5 نفر هستیم یک جا وایسادیم، مثلا نیازی حتی به اینکه بخوایم اعلام کنیم ما اینجا حضور داریم، چون وقتی وای میسین اونجا در واقع و شما فقط یه موزیک پخش میکنین، اگر کسی مخالف هست میتونه بیاد مخالفتش رو بگه، من به پلیس زنگ بزنه و پلیس اون وقت میاد و مشخص میکنه که ما میتونیم اونجا ادامه بدیم به ایستادنمون اونجا و یا اینکه باید خاموش کنیم در واقع صدای موزیکو. میدونستیم که حتی اگر پلیس هم بیاد هیچ مخالفتی نمیتونه بکنه طبق قوانین انگلستان.
و اتفاقی که افتاد، ما قرار بود که ساعت 6 اونجا باشیم که زودتر اونجا حضور داشته باشیم. عکسای بچهای کشته شدگان با خودمون برده بودیم و وقتی که شروع کردیم و آدمایی که میهمان‌هایی که دعوت شده بودن در این مراسم ازشون پذیرایی بشه، شروع کردیم در رابطه با کشته شده هامون صحبت کردیم و در واقع گفتیم که خون جوانان ما به دست قاتل رئیسی آغشته هست و این ما ناراحت نیستیم از این در واقع کشته شدن ایشون. در نهایت مسئله که اتفاق افتاد، اونها از داخل اومدن بیرون، ما رو محاصره کردن، جوری که یک کاری انجام دادن که ما از هم جدا بشیم و وقتی از هم دیگه جدا شده بودیم، هر طرف هر کدوممون رو در واقع 3-4 نفر دوره کرده بودن و کتک می‌زدن و کسانی که کتک می‌زدن فوری برگشتن به داخل در واقع این مجموعه که نتونن پلیس اونها رو دستگیر کنه. و زمانی هم که پلیس اومد دیگه، کسایی که بیرون بودن کسایی نبودن که مهاجم بودن، کسایی بودن که وایساده بودن و اونا رو نمیتونست پلیس دستگیر کنه. ولی متاسفانه پلیس هم حرکتی انجام نداد و اینو ما حالا پیگیری میکنیم. اما شکایتی هم شما کردین خانم بورهان؟ بله، خود پلیس هم موقع صورت جلسه کرد و در واقع گفتش که با ما تماس میگیره. ما رو همون موقع که زمانی که اتفاق افتاده بود بدن خیلی های ما گرم بود و وقتی یه مقدار آرومتر شد جو و حتی من خودم بعدش متوجه شدم که پام آسیب دیده و نمیتونم درست راه برم و پلیس که اومد و من کفشم رو در آوردن دیدن که این روی پام ورم کرده و گفتن که شما راه نرو، شاید ممکنه که شکسته باشه. ولی ما رو بعد بردن به بیمارستان تو ایلینگ و گفتن بعد از اکسری گفتن که شکسته نیست. مسئله که بود، تلاش کردن که موبایل منو بگیرن. یکی از مهاجران همونجا برگشت گفت ما تو رو میکشیم، که بعد گفتم شما در خاک انگلستان دارید یک زن رو تبدیل مرگ میکنید. درود ویژه خدمت شما تاجداران و تمام اهوراییان. جاوید شاه، جاوید خاندان ایرانساز پهلوی و جاوید پرچم سرنگ زیبای شیر و خورشید نشان با اون تاج همیشه طلاییش. امیدوارم مثل همیشه سرفراز، پیروز، موفق و پر از انرژی باشید و بدانید که در این روزهای پر از هیاهو برای براندازی در کشور ما چه اتفاقاتی داره میفته و در خارج از کشور چگونه مردم دارن دست و پا میزنن برای آزادی و رسیدن به اوج اهورایی خودمون. میدونیم که جمهوری اسلامی با عواملش با جریانات مختلف در خارج از کشور مخالفت ویژه داره و سعی بر این داره که همیشه نمادی از اون اقتدار خودش رو در خارج و نمادی از تفکر خودش رو در خارج به دیگران انتقال بده. اما میبینید که وطن پرستانی به هر حال وجود دارن و با افتخار ملی دارن شکوه اهورایی رو در خارج و داخل به فرمان اعلیحضرت رضا شاه دوم جامعه عمل میپوشونن و این پادشاه پادشاهان امروز هم و چند روز پیش هم در ابعاد این مسئله برای همه شما عزیزان و مردم عزیز ایران و عزیزانی که در خارج هستن و داخل هستن پیام همدردی و حمایت خودش رو اعلام کرد و در این بین خود والا حضرت یاسمین هم پیام ویژه‌ای ارسال کردن که در استوریشون پخش شد و برای شما نازنینان من گذاشتم. امیدوارم عزیزان نازنین تا من این دوتا پیام رو برای شما عزیزان میگذارم شما هم شنونده باشید و لایو رو برای دیگران ارسال بکنید تا دیگران و عزیزان بیشتری رو در لایو داشته باشیم. ابتدا من پیام والا حضرت یاسمین عزیز رو برای شما میذارم و میخونم، البته کوتاه است. بعد از ایشون پادشاه عزیزمون که امشب پیام ویژه‌ای دادن در خصوص همین جریان لندن و مقاومت جوانان عزیز، باید برای شما بگم که دوستان عزیز بدانید والا حضرت یاسمین عزیز در پیج اینستاگرامی خودشون دیروز اعلام کردن وحشیگری جمهوری اسلامی
مشکل ما و مشکل دنیاست و بسیار بسیار قابل تأمل است که عزیزان بدانید بله این وحشیگری قابل تأمل نیست و دنیا باید بدونه که به این جمهوری اسلامی و طرفدارانش انقدر باید دیگه بها نده. اما اعلیحضرت رضا شاه دوم چند ساعت پیش هم در حساب کاربری ایکس خودشون یا همون توییتر قدیم پیام ویژه‌ای رو فرستادن و ابراز همدردی و حمایت خودشون رو از هممیهنان و هموطنان عزیزمون در لندن اعلام کردن. میخونم این پیام رو که عزیزان بشنوید و بعد هم به ادامه لایو خواهیم پرداخت. اعلیحضرت رضا شاه دوم خطاب به میهن پرستانی که در لندن مورد حمله تروریست‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند در شبکه ایکس یا اجتماعی ایکس نوشتند ایرانیان میهن پرست در لندن تصاویر تجمع موفقیت آمیز شما در برابر جمهوری اسلامی در اعتراضات به خشونت وحشیانه عوامل رژیم را دیدم. گرد هم آمدن شما در این فرصت کوتاه برای دفاع از هموطنانتان و هموطنانمان شایسته و قابل قدردانی است. دولت انگلیس و دولت‌ها و همه غربی‌ها وظیفه دارند از شهروندان صلح‌جو و قانون مدار خود در برابر خشونت وابستگان رژیم تروریستی جمهوری اسلامی محافظت کنند. آنچه را روز جمعه در لندن رخ داد دیگر نباید تکرار گردد. خب این هم پیام اعلیحضرت رضا شاه دوم در خصوص همین تجمعات و وحشیگری طرفداران جمهوری اسلامی که برای رئیسی اومده بودن و برای مراسمات نمیدونم عزاداریشون و تدبیر و اندیشه‌ای که همیشه شما میدونید چقدر هزینه داره این تجمعات و این هزینه ها رو ملت ایران باید پرداخت بکنه. یک مشت الله زاده ای که شما دیدید و یک مشت متحجر زده آخوندایی دیدید در انگلیس، باور کنید در ایران مدلشون رو شما کمتر میبینید. این نشون میده که جمهوری اسلامی 45 سال تمام در کشورهای مختلف با برگزاری چنین مراسماتی سعی در اون دارن که مردم ایران رو از اصل خیشتن دور بکنن و جامعه جهانی رو بقبولونن بهش که ما ملت ایران اینگونه طرفدار حکومت و رجالش و سیاستمدارانش و خود خامنه ای هستیم. ما اینگونه نیستیم. این هموطنانی که شما عزیزان دیدید و اعلیحضرت هم در موردشون پیام ارسال کردن و والا حضرت، این نشان از این داره که ملت ایران ملت فهیمی است، ملت دانایی است، ملتی است که از این فرقه نابکار به زودی زود عبور خواهد کرد و جامعه ایرانی یک دست ملیگرا در مقابل تحجر آخوندی است خودش رو، عزمش رو و برای جهانیان اعلام بکنه. ما ملت کبیریم و ایران رو پس خواهیم گرفت. از این نابخردانی که شما عزیزان سالهاست باشون درگیرید، چه در داخل چه در خارج، و ما میدونیم که عبور از جمهوری اسلامی در ید قدرت ماست. ما میدونیم که این جمهوری اسلامی ضربه های خوبی بهش زدیم و پایانش به زودی در ایران و در کف خیابان اعلام خواهد شد. ملت ایران ملتی است دانا، بینا، هوشمند، با ذکاوت و اندیشمند و گذشته خودش رو در آل این تصور داره که آخوند از ما نیست. اگر هم میخواد آخوندی در ایران از این پس برای مردم موعظه بکنه در خانهش و در موعظه‌گاه خودش باید باشه. دین از سیاست جدا خواهد شد و سکولاریسم و دموکراسی در ایران در سایه همایونی اعلیحضرت و دیدگاه شما عزیزان تاجدار و اهورایی رقم خواهد خورد. ایران آری از خشونت خواهد شد. ایران آری از بدی و پلیدی خواهد شد. ایران آری از تفکرات دروغ، بنیاد و اون شالوده اصلی
مشکلات ما ملت ایران دروغی بود که خمینی و رهاوردان دینش به نام خدعه یا بدون خدعه به ملت ایران قبولوندن و 45 سال تمام ملت ایران فاصله کهکشانی از اصلیت خیش پیدا کرده بودند. اما این ملتی که امروز با این رسانه و با این شکوه و با این اهورایی بودن خودشون و وارد شدن به تصورات ملیگرایی خودشون توانستند فروپاشی این نظام منحوس رو رقم بزنن. درود ویژه خدمت آقای رومیانی عزیز، درود ویژه خدمت استاد نازنین و اهورایی خودم جناب سیاوش آذری نازنین. امیدوارم حالتون خوب باشه و همیشه سرفراز باشید. وقتی میبینمتون احساس غرور میکنم جناب سیاوش عزیز و استاد عزیز و ارجمند خودم. وقتی میبینمتون یاد بی خود و با خود بگم، من همیشه احساساتمو اینجوری بیان میکنم، وقتی میبینمتون جناب آذری نازنین یاد اعلی حضرت میفتم، شاهنشاه آریامهر، و این باعث افتخار بنده است. جناب سیاوش آذری یادتون باشه خبرنگار ویژه اعلی حضرت شاهنشاه آریامهر بودن که پینشم کردم. همه عزیزان به افتخار خودتون و افتخار اعلی حضرت محمد رضا شاه بزرگ و خاندان با عزت پهلوی و جناب سیاوش عزیز همه بنویسید جاوید شاه. بس این مسئله رو یادتون باشه، ما از آخوند عبور کردیم و به زودی زود ما همچنان تفکراتمون رو هماهنگ کردیم، از چپ و از کمونیست و از همه مخلفاتش عبور کردیم. ما توانستیم در خلال این 45 سال دستاوردهایی داشته باشیم بی‌نظیر، با شکوه، با عظمت. ما توانستیم از این سلسله منحوس تاریخ عبور کنیم. با چه رمزی؟ جاوید شاه. وقتی این رو بیان میکنید، وقتی این رو اراده میکنید عزیزان نازنین، یعنی شما این چیزی که در تصور غرب هست باهاش مشکل دارید. یعنی شما به غربی ها اعلام میکنید هویت شما چیست. یعنی شما به جهان اعلام میکنید این آخوندها از ما نیستن. ما قبیله‌ای به نام آخوند داشتیم که 600-700 سال پیش بر ما تحمیل شده، از لبنان و فلسطین و امثال هم منشأش بوده که اومده و متاسفانه گریبان کشور عزیز من رو گرفته. همونطوری که 1400 سال هزاران هزار آخوند و دشمن ایران عزیزمون کشورمون رو تسخیر کردن. این ستایش زیبای ما از پادشاه ما، از خاندان ایرانساز، از هویت ملی، این نشون میده که ایرانی ها عزم خودشون رو جذب کردن که پایان دیکتاتوری رو رقم بزنن. ما برای شو نماشی و سیرک انتخابات آخوندی بی دریغ بهتون بگم، با اراده هم بهتون بگم، ما از آنها عبور خواهیم کرد و هیچ برای ما مهم نیست، چون جمهوری اسلامی سالهاست برای ملت ایران مهم نبوده. ما ازش عبور خواهیم. آن چیزی که برای ملت ایران مهم است و قابل تحسین هست و امروز مد نظر است پادشاهی و اهورایی بودن ایران تاجدار ماست. آن چیزی که امروز برای ما مهم است تاج کیانی است و پادشاهانی است که اون رو ستایش کردند و تاجی بودن بر سر ملت ایران و کشورمون، برای پیشرفت، برای رونق، برای همه مواردی که شما در طی دوران با شکوه پهلوی ها به وضوح دارید در تصاویر خود دوست و دشمن دارید مشاهده میکنید. ایران بدون پهلوی یعنی طاعونی که شماها دارید 45 سال تجربهش میکنید. ایران بدون شاهان پهلوی یعنی شما عزیزان دارید همین کارنامه سیاهی رو که امروز مشاهده میکنید تجربه بکنید. چه میخواد آخوند باشه، چه میخواد مجاهد باشه، چه میخواد احزاب و فرقه های پوپولیستی دیگر باشن، ایران بدون پهلوی معنی برای ایرانی ها نخواهد داشت. ایرانی های عزیز یادتون باشه ما ملتی هستیم که عبور از آخوند رو در کارناممون چند بار تجربه کردیم. ما ملتی هستیم که برای همیت خود و هویت خود رنج ها کشیدیم، تلاش ها کردیم
و ثمره این تلاش ها رو در روزهای آتی و آینده خودتون خواهید دید. گرگ ها به جان هم افتادن. مهم اینه که ما ملت ایران عزممون چیست. ما این که بیایم بشینیم در مورد کی میخواد در آینده رئیس جمهور بعدی باشه و این فرقه نابکار چه کسی رو مد نظر داره، شما رجوع کنید به گزارش اعلی حضرت رضا شاه دوم با روزنامه اشپیگل که برای شما عزیزان سالهاست، عزیزان و نازنینان میبینید همه گزارشات رو ما پخش میکنیم، همه عزیزان در رسانه ها. اما این گزارش بسیار تکان دهنده و جالبی بود که اعلی حضرت فرمودن من اراده کردم به ایران برمیگردم و ایران رو دوباره خواهیم ساخت و من میدونم مردمی که بهش وکالت دادن او رو در خیابان ها براش هورا و جشن خواهند گرفت. یادتون باشه این سرزمین صاحب داره و صاحبش شمایی. یادتون باشه سند ثبتی این مملکت در اسم و نامش در ید قدرت شماست. منتها این سرزمین امروز متاسفانه دست بیگانه افتاده و 45 ساله همین آخوندها با بیگانگان دارن میچاپن، میدزدن منابع شما رو و هویت شما. اما بدانید این مقطعی است، این فاتحه آخر آخونده. ما 14مین ریاست جمهوری و نخست وزیریشون رو هم خواهیم دید، اما پایانش رو ما ملتی کبیریم و ایرانم رو به دستان خودمون تحویل خواهیم گرفت و تقدیم پادشاهان خواهیم کرد. ما ملتی هستیم که عزم کردیم و وکالت دادیم سرنوشت خودمون رو درش دخیل باشیم. ما ملتی هستیم که این بار با اراده 100 چندان پایان دیکتاتوری رو رقم بزنیم. ما میخوایم در تاریخ جهان نام ایران دوباره بدرخشد. ما میخوایم دیگه سرزمین های اطراف ما تحت تأثیر خزعبلات تفکر ایدئولوژیکی آخوند نباشه، بلکه تحت تأثیر هویت، شکوه، جلال، عظمت و فرهنگ ایرانی و هنر ایرانی باشه. ما نمیخوایم به کشوری لشکرکشی بکنیم. ما میخوایم همون روشی رو داشته باشیم که پادشاهان پهلوی سینه به سینه به هم دیگر سپردن. ما نمیخواهیم آخوند در سرزمینمون یا چپی ها در سرزمینمون حکومتی رو به دست بگیرن و دین رو در سیاست دخیل کنن. ما یک کشوری خواهیم بود که در تاریخ خودمون برای اولین بار از اینترنت و سیستم مدیا توانستیم کشورمون رو آزاد کنیم. این سرزمین صاحب داره. این سرزمین مالک اهورایی داره. من به چنین تاریخ و هویتی مینازم. من به چنین شکوه و جلال و عظمتی مینازم که پهلوی ها برای ما روشنش کردن با جشنهای 2500 ساله، با رجالی سیاسی و وطن پرست که کارنامه آنها هنوز در تاریخ جهان داره میدرخشه. من به چنین حکومتی و به چنین رژیم کثیفی به نام آخوند نمینازم. ما رأیمون رو در سوای مسائل سیاسی و فرهنگی رأی خودمون رو براش احترام این بار قائلیم. ما برای هموطنان خودمون، برای شخصیت خودمون، برای همیت و هویت خودمون احترام قائلیم. این بار ما به چنین شکوهی باید بنازیم، نه به آخوند ملای پاپتی یا نعلین پوشی که مانتو مردانه به تن کرده 45 ساله داره برای شماها با آیت الکرسی کشور رو میخواد نگهداری بکنه بدون هیچ برنامه و بودجه‌ای، بدون هیچ تدبیر و اندیشه‌ای. همین احمدی نژادی که شماها چند روز در فضای مجازی رد و بدلش میبینید، همین شخصیت کسی بود که نقطه برنامه بودجه رو برای همیشه بست
و دست کاسبان آخوندیسم رو آزاد گذاشت. تمام به صورت سیستماتیک تمام مشکلات ما دست به دست، سینه به سینه از این ریاست جمهوری ها و نخست وزیری های گذشتهشون سینه به سینه و دست به دست تقدیم شما شد تا حیولایی به نام آخوندی به نام خامنه‌ای و حکومتی به نام خامنه‌ای برای شماها امروزه قد علم کرده. من به حکومتی افتخار می کنم که دارای شکوهی باشه، مردمش در رفاه باشن، جهانیان در سیاست خودشون از این حکومت برای ممالک خودشون اظهار نظرهاشون رو ملاک قرار بدن، مثل پادشاه پادشاهان محمد رضا شاه طلایی ایران. من به چنین حکومتی افتخار میکنم که سرلوحه افکارش ملی گرایانه باشه، نه دین پروری. دین یک چیز خصوصی است. دین یک چیز خصوصی است، مثل این کت و شلواری که تن منه، مثل این کرواتی است که من برای خودم انتخاب کردم امشب. دین یعنی انتخاب شخصی. حالا یک چیزی داره یا نمیخواد، یکی میخواد با تیشرت بیاد پای لایو بشینه، اما حکومت یک چیز شخصی نیست، یک اشتراک تفکری است برای جماعتی که باید درش دخیل باشن. ما به حکومت دینی احتیاج نداریم، ما به جمهوریت هم احتیاج نداریم. باور کنید جمهوریشو از نوع بدترینش ما تجربه کردیم. این حکومت پایه‌هاش متزلزل. دوستان عزیز، 96 بهش حمله آوردیم، 98 بهش حمله کردیم، 1400 بهش حمله کردیم، 1401 بهش حمله کردیم، پایه‌هاشو سست کردیم، اعتبارشو در جهان بی اعتبار ترین کشور جهان امروز شدیم، اما اعتبار خودمون رو از یاد نبردیم. اعتبار ایرانی امروز خط قرمز جهان ما و ملت ایران پهلویه. شما برید هر کسی با پهلوی در افتاد به خودی خود. رستاخیز ملی یعنی همین. مانوک خدابخشیان دقیقا درست میفرمود. زنده یاد جاویدنام، مانوک عزیز، جاویدنام، سعید قائم مقامی، بسیاری از دلاوران این شبها باید یادشون کرد. نامشون در تاریخ ثبت درجه. ایران دلاوران خودشون رو داره، جوانانی داره که روی بازوان خودشون، روی سینه های خودشون، به قول اعلی حضرت رضا شاه دوم در مصاحبه با اشپیگل، امروز امضای محمد رضا شاه تاجدار رو تتو میکنن، حک میکنن. امروز ملت ایران ملت آگاهی است. جوانانش، مردان مسنش، مردان کارگرش، مردان کارمندش، قشر بی تفاوت بین اینها همه آگاه شدن. این تلاش شما هاست، این تلاش رفتگانی است که ازشون یاد کردم و هزاران عزیز دیگر. به ایرانمان قسم، به ایرانمان قسم. هر وقت هویت خودمون رو درک کردیم و از جان خود گذر کردیم، بدانید پایان شب سیاه
سفید است. چیزی که اولیا حضرت شهبانوی نازنین سالها و بارها در تمام مصاحبه ها و در تمام پیام هاشون درج اول مطالبش و آخر مطالبش هست. ملت ایران، خاندان پهلوی از شما کینه ای نداره. ملت ایران، خاندان پهلوی با پاک سرشتی به دنیا آمدن، با پاک سرشتی خدمت کردند و با پاک سرشتی از جهان هستی با شقاوت تمام ملت ایران دار فانی رو بدون دریافت 1 متر خاک اهورایی سرزمینشون وداع کردن. خاندان پهلوی کینه از کسی ندارن. ما اگر ناسپاس بودیم ما عذر میخوایم. وقتی یاد گرفتیم در مقابل بزرگانمان سر تعظیم فرود بیاریم به پاس نعماتی که به ما اهدا کردن، بدانید آن ملت برای داشتهاش سنگ تمام خواهد گذاشت. وقتی یاد گرفتیم وطن پرستی رو از چه زاویه‌ای نگاه بکنیم، بدون تردید بدانید این سرزمین روزهای روشنش مشخصه. همه بنویسید جاوید شاه، در و دیوارها رو مزین کنید بشه جاوید شاه. همه با پاس بر این مطلب که پادشاهان اهورایی خود رو ستایش میکنیم، خادمان واقعی مملکتمون رو ستایش میکنیم، بنویسید جاوید شاه. ایرانی اگر ایرانی است که ایرانی هست. آقای اتحاد نازنین، من نمیبینم عزیزم، بزن دوباره من بیارمتون بالا. ایرانی در این روزها نباید سکوت اختیار بکنه. این پند من به شما تاجدارانه. روزی ممکنه منو نباشه، اما بدانید اگر ما به ایرانمون وفاداریم باید به شاهمون ابتدا وفادار باشیم. شاهی که برای ما زحمت کشیده. همین الان شما نازنینان دارید میبینید تمام مخالفان پهلوی عزم خودشون رو جذب کردن که ملت ایران رو از پهلوی جدا کنن. اما این عشق اهورایی است. آقای اتحاد باید بری بیرون دوباره بیای داخل، بس نمیشه فدات بشم. این عشق اهورایی است. این تعارفات رو بذارید کنار، بدون اغراق میگم. عشقی که امروز بین ملت و مردمی که شما دارید میبینید با پادشاه پیوند خورده، عشقی اهورایی است، دارای تفکر و پیشینه زیبای ایرانی است. آقای اتحاد برید بیرون دوباره تشریف بیارید یا با اون پیجتون بیاد عزیز من. این عشق تعارف با کسی نداره. این نسل زد تعارف با کسی نداره. این نسل شیک پاسارگادی با هیچ کس تعارف نداره. این نسل دارای کارنامه است، هویت داره. این نسل پشتوانه های بزرگی رو داره. مجید رهنوردها داره، پژمان قلیپورها داره، سیاوش عزیز داره که مادرش امروز زیر باران براتون گذاشتم تو کف خیابان. این نسل تعارف با کسی نداره. این نسلی است که هویت رو در خودش به وجود آورد، با تمام شقاوت ها، با تمام مشکلات، با تمام کمبودها، با تمام نبودها، چه اطلاعات سیاسی، چه اطلاعات فرهنگی، چه اطلاعات همه جانبه‌ای که شما دیدید. این
نسلی است عزیزان من که وجود خودش رو در خودش شکوفا کرد، تمام اطلاعات خودش رو از تمام شرایطی که آقای اتحاد من الان زدم شما فکر میکنید از همین رسانه ها، از همین فضای مجازی کسب کرد و به خودش افتخار میکنه امروز میخواد از اینها عبور. حالا خیلی ها میگن چرا پس اتفاقی نمیفته؟ دوستان این رو من امشب تشریح خواهم کرد براتون، چون در یه لایوی داشتن این صحبت رو آقای اتحاد وصل نمیشه عزیزم. جناب اتحاد عزیز وصل نشدی، یه بار دیگه میزنم. این نسل چرا ما هنوز نتوانستیم وارد خیابان پایان دیکتاتوری رو رقم بزنیم؟ الان براتون توضیح میدم. علت داره دوستان. از پادشاه عزیزمون رضا شاه دوم پرسیدن چرا پس اتفاق آخری نمیفته، چرا تموم نمیشه؟ فکر کنم اتحاد عزیز وصل شدن. بعد چرا اتفاق نمیفته؟ پادشاه فرمودن این باید نقطه جوش خودش رو ببینه. آب تا به 100 درجه نرسه جوش نمیخوره بچه‌ها، گرم میشه جوش نمیخوره. ما به نقطه 100 نرسیدیم. این سوالی است که در بین تمام شماها همیشه فکر میکنم ورد زبان تک تک شما مبارزین بوده. عزیزان من، جمهوری اسلامی برای از بین بردنش با تمام وجود، بهتون بارها گفتم، به یک سری عوامل و اتحادهای مختلف در جنبه‌های مختلف احتیاج داشت. برمیگردم فلاش بک میزنم به سالهای گذشته. جناب اتحاد عزیز تصویرتون هست، ببندید. دوستان آقای اتحاد عزیز تصویرتون هست، فدات بشم تصویرتون هست. متاسفانه آقای اتحاد من اتحاد رو میبرم پایین. بچه یکیتون بنویسه من پین کنم. آقای اتحاد تصویرش نیفته، دستشو اینجوری میکرد. یکیتون بنویسید تصویرتو ببند آقای اتحاد که من پین کنم. جناب سرهنگ رضایی عزیز درود بر شما و سپاسگزارم از حضورتون. بعد از لایو اگر عنایت کنید من و اتحاد یک کاری باهاتون داشتیم که خواستم باهاتون صحبت کنم. خوب توجه کنید دوستان، خوب گوش بدید. این آبی که باید به نقطه 100 برسه شرایطی باید براش مهیا بشه. ما وطن پرستان بسیار اهورایی داریم که برای عبور از جمهوری ننگین اسلامی سعی دارن هر جور شده هر چه در توان دارن اهدا بکنن. آره تصویر رو ببندید دوستان. ما در طور تاریخمون خوب توجه کنید چرا ما به نقطه جوش هنوز نرسیدیم. ما گفتم سال 96 سال 98 1401 و ضربه های محکمی به جمهوری اسلامی زدیم که برسیم به نقطه جوش، اما توضیح این رو مردم نمیدونستن. عواملی در درون این، نفوذی‌هایی در درون این انقلاب ما به وجود آوردن با اهدای شرایط مختلف که جمهوری اسلامی توانست بین این خط جوش و نقطه جوش به قول خودمون تا نقطه مثلا 80 یا 90 درجه این فاصله رو به وجود بیارن. امروز ما ملتی هستیم که با پالایش این نوع افراد توانستیم راه رو هموار کنیم برای نقطه جوش. یک. دو، قشری داشتیم که بی تفاوت بودن، قشری داشتیم که همیشه دلسرد بودن، قشری داشتیم که باور نداشتن شطور در خونه تک تک شماها خواهد خوابید، قشری داشتیم که فکر میکردن به هر شرایطی میتونن امورات خودشون رو بگذرونن. شما نمونه‌های بارزش رو براتون بارها تعریف کردم. در جریان سال 96 98 اگر همین بازنشسته ها، همین مال باختگان،
همین کسانی که شما امروز به عنوان معترض در خیابان ها میبینید که پول حقوقشون رو کسب نکردن، دریافت نکردن و کارگران و دیگران همینها به جمع اعتراضات مردمی و جوانان میپیوستن، کار جمهوری اسلامی یکسره شده بود. پس دو جهت رو من برای شماها توضیح دادم. یک، عوامل جمهوری اسلامی، نفوذی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور و گسستگی و دل سرد کردن و فاصله انداختن بین نقطه جوش که همان ملیگرایی و انقلاب باشه. دومین مهره رو براتون توضیح دادم. افراد بی تفاوتی بودن که طی این سالها نمیخواستن وارد عرصه براندازی بشن. میگفتن آقا اصلاح طلب بیاد یا اصولگرا بیاد، برای ما چه فرقی میکنه؟ به هر حال امورات من پول دارم، من مشکل ندارم، من چندرغاز برام حقوق میاد، این چندرغاز برای امرار معاشم تا لقطه مرگ و فرزندانم به هر حال قانعم میکنه. امروز اون نقطه جوش نزدیک و نزدیکتر شدیم. چرا؟ به خاطر اینکه اون بی‌تفاوتان امروز از من و شماها، از عزیزان دیگری که شما فکر میکردید محتاج‌ترن. یادتون باشه کسایی که مالی داشته باشن از دست بدن خیلی زجرآوره تا کسی که نداشته باشه. کسی که سوار پراید نشده هیچ وقت براش مشکل نیست پیاده باشه، اما کسی که داشته باشه اونو از دست بده بیشتر بهش فشار میاد. پس این تفاوت بود که امروز ملت ایران بایستی بهش دامن میزد، میرسید و این منطق رو تجربه میکرد. ما رسیدیم دوستان. امروز به قول مارلورا میگه بوادار و بی بوا همه گوین بوا. امروز همه میگن ما نداریم و واقعا هم ندارن. یک افراد خاصی که از بدنی نظام بهره میبرن و دستشون به خون ملت آغشته است، بر آن دسته از جماعت اکثریت مملکت ایران دارن حکومت میکنن. اونها اندک و قلیل هستن. اینجا که بهتون میگم هوشیار باشید دوستان. ما در هیچ انتخاباتی شرکت نمی کنیم مگر برگ زرین طلایی خودمون پهلوی در دوران آزادی. ما تحریم تمام حکومت جمهوری اسلامی رو مد نظر داریم، نه انتخاباتش. ما عبور از جمهوری ننگین اسلامی رو مد نظر داریم، نه فقط رأی ندادن به حسن و حسین و احمدی نژاد و امثال هم. ما کارمون رو باید درست انجام بدیم دوستان من. ما خیزش ملی رو باید ترویج بدیم، نه اینکه بیان بشینیم تعریف بکنیم در لایوهای دیگه. خب احمدی نژاد به نظرت میاد؟ شما به نظرت مثلا فرض بکنید محسن رضایی میاد؟ آقا این بساط رو جمع کنید، این بساط رو جمع کنید. ما عبور کردیم، سال هاست. ملت ایران ملت آگاهی است، از این عوامل و از مراتب بسیار شنیدن، رنگ های متفاوت رو دیده ایم. رنگی مونده که برای شما بازیش نکنم. چرا؟ یکی مونده زرد، اونم مال چیز بود. اون یکی بود کی بود؟ کروبی عاشق رنگ سبز چیز زرد بود. میرحسین سبز بود، اون زرد بود. این یکی رو هم داریم که باهاش تجربه. خب بگذاریم و درود به جناب اتحاد نازنین. پوزش میخوام اتحاد عزیز. جاوید شاه به نام ایران، به نام جانباختگان راه آزادی، درود بر شما جناب سرو و همه دوستانی که در لایو هستن. جناب یه لحظه تصویر رو میبندم. نه تصویرم نیفتاده، دستم بود که میخواستم نشون بدم که شما گفته بودید که نام پهلوی یا امضای شاهنشاه آریامه رو هک کردن. من سالهاست که امضای شاهنشاه آریامه رو هک کردم رو دستم. میخواستم نشون بدم، شما ندیده بودین تا حالا. به هر حال خواستم اینو نشون بدم. باور کنید من اولین بار میشنوم از آقای اتحاد. آره من اولین بار که دستم فقط افتاد با اون تتوی شاهنشاه آریامه که امضا میکنه.
آره من سالهای سال من این کار انجام دادم. درود همه دوستانی که در لایف هستن. جناب سهراب ببینین چند وقت پیش یعنی دیرو پیرو بود توی لندن، همطور که مشاهده میکنین که یه سری آدمایی که در اون خط بودن ایرانی نبودن، همه عراقی بودن و وطن پرستا اونجا جمع شده بودن، داشتن شعار میدادن. به هر حال ما اگر نگاه میکنیم خامنه‌ای دیگه تنها شده جناب سهراب، کسی دیگه نداره. داره یعنی دیکتاتورها وقتی به یه جایی برسن دور و برشون رو خالی میکنن، یعنی تنها میشن و پناه میبرن بیگانگان. و همونطور که مشاهده کردیم ما در لندن همه اونا عراقی بودن و فارسی صحبت نمیکردن و بچه ها هم برها شناسایی کرده بودن، گفتن نه همه عراقی هستن. پس اینجا معلومه که خامنه‌ای درونش شکافی افتاده و امروز هم من دیدم که مدایی داشت صحبت، وقتی داشت میخوند میگفت آقا یک تنه داره چی همه رو جمع میکنه، یعنی بله. چی؟ آره داشت میخوندین یعنی چی؟ آقا اینا اومدن دارن یک کاری انجام بدن، یعنی رئیسی حتما پاش بیشتر گلومش خودش دراز کرده و صحبتهایی کرده حتما و آقا اومده یعنی چی؟ سرش زیر آب کرده. نه تنها رئیسی رو زیر آب کرده، حتی رفسنجان، یعنی کسانی که میان ریاست جمهوری یعنی آبدارچی آقا هستن. یعنی مواظب باشین چی اگر کسی میخواد بیاد، اگر ریاست جمهوری انتخاب بشه، یعنی حرفتون صحبتتون اول باید آقا دستور بده، بیشتر از خودتون صحبت نکنین. دقیقاً. اینه که بس رئیس جمهور معنایی نداره جناب سهراب. سالهای سال رئیس جمهور توی ایران معنایی نداشته، دستور فقط از آقا بوده. این آقا به هر حال زمانی که جناب سهراب اینا پیر میشن خرف میشن، یعنی فازشون به هر حال هر انسانهایی به هر حال معذرت میخوام یه 6 تا فاز دارن دیگه. این آقا الان 4-5 تا فازش پریده، یه نوش مونده. به هر کاری که دستش بر بیاد انجام میده. اینی که ما باید چیکار کنیم جناب سهراب؟ ببینید ما در این 44 سال ترجمه کردیم، یعنی جمهوری ترجمه کردیم، جمهوری اسلامی ترجمه کردیم. این هایی که اومدن سر کار به هر حال ایرانی نیستن، وطن پرست نیستن و قانون ها نمیدونن، بی سواد هستن و خیلی اشکالات تو این سیستم هست. اینی که مردم باید بدونن آقا جان این سیستم، این حکومت به درد این کشور نمیخوره. خب چرا نمیخوره؟ من میبینم بعضیا میگن همینطور که شما گفتین جناب سهراب گفتی احمد نژاد، حالا یه سری میگن آقا احمد نژاد خوبه، یه سری میگن فلانی خوبه. ببین دوستان چرا میگن احمد نژاد خوبه؟ آقا جان احمد نژاد اگر یارانه به شما $1 داده، من امروز داشتم با آقای جناب سهراب صحبت میکردم، توی اروپا یک نفر یارانه 2000 ایروه. شما واسه $1 خوشین احمد نژاد شما یارانه داده؟ بس شما بس قانونی نمیدونین یا نه حق حقوقتون نمیدونین، به خاطر اینی میگین که یارانه ما داده مثلا $2 $1. نه، حق تو ایرانی $1 نبوده، حق تو $2000 بوده، $3000 بوده. اومدی داره میگه احمد نژاد خوبه. احمد نژاد بدتر از همه بوده. احمد نژاد واقعا بی‌سوادتر از همه بوده. بی‌سواد سیاسی که اصلا نگو. توی سازمان ملل طوری که صحبت کرد هزاران نفر از سر میز بلند شده از اون رفتن بیرون. چرا؟ به خاطر که صحبت کردن بلد نبوده چجوری صحبت کنیم با مردم. بس این دوستان عزیزان اینها آبروی کشور بردن، آبروی ایرانی بردن، آبروی واقعا هر چی تمدن و نمیدونم فرهنگ و همه ما رو زیر پا گذاشتن، پرچم ملی ما رو زیر پا گذاشتن، منافع ملی ما رو زیر پا گذاشتن، منافع ملی غارت میکنن. خب ما باید اینجا چیکار کنیم؟ ما باید یک راه داریم، بارهای بار جناب سهراب گفتن، خیزش ملی، اتحاد ملی در سراسر کشور بیان کف خیابون این حکومت زیر و زبر کنن، این حکومت باید چی نابود کنن.
شیادان باید نابود بشن. این جانورانی که خونخوار هستن، جانورانی که با اذان صبح جوانانی که میکشن باید چی نابودشون کرد. تنها راه ما اینه. وطن پرستان باید آماده باشن. مبارزین، جوانان ایران زمین، چه زن چه مرد و پیر جوان، همه باید آماده بشن برای حکومت دیکتاتوری، برای حکومت استبدادی که واقعا کشور ما رو داره داغون میکنه و نابود میکنه. باید چی اینا رو نابود کرد. ما تنها راهی نداریم، هیچ راهی نداریم، فقط چی همه ما دست به دست هم بدیم، در کف خیابان ها بیاییم و این کشور ما رو پس بگیریم و یک همونطور که بارهای بار جناب سهراب فرمودن، ما یک برگ داریم، شاهزاده رضا شاه دوم. من دیگه نمیگم شاهزاده، فقط میگم رضا شاه دوم. این کشور دوباره کشور نیاز داره به رضا شاه دوم. پوتینا رو بپوشه و ما همه ایرانی‌ها در کنارش یا در پشتش وایستیم، همه با هم این کشور دوباره بسازیم. یک انسانی که واقعا دلسوز است، یک انسانی واقعا وقتی نام ایران که میاد داره اشک میریزه، ما باید در کنارش وایسیم و این کشورشی پس بگیریم و آباد کنیم. ما تنها همین رو داریم. یک کسی هم مثل خامنه‌ای و خامنه‌ای خب اینا که گفتن احساس ندارن برای 1400 سال پیش عمامه ای، آخوندی، دمپایی حسینی، نمیدونم شال کمری مثلا زینبی هر گریه میکنه، اما برای ملت ایران هیچ. ملت ایران امروز همه ما یک تفکر و پشتوانه بسیار قوی داریم به نام پهلوی است. تعارف نکنید. ملت ایران امروزه یک شخصیتی رو داریم خوشبختانه در صدر جدول براندازی از هر لحاظ مانیفست اهورایی ملت ایران محسوب میشه. در سطح جهان معرف حضور همه هست. تصویر رو ببندید دوست عزیز. و شکوه او شکوه من و شماست. بذارید این دوست عزیزمون صحبت کنن، از ایران هستن. درود بر شما. جاوید شاه بفرمایید، من در خدمتم. درود ملت ایران. درود عزیز. جاوید شاه. مرسی عزیزم. بفرمایید. آسورا بفرمایید. شما فقط میگید بیایید بیرون، برادرمون میگه بیایید بیرون. آقا اون موقع هم اومدم تو لایوتون گفتم مردم ایران بدبخت شدن. چرا فقط میگید بیایید بیرون؟ چرا فقط به فکر بیرون اومدن؟ اینا مردم زن و بچه دارم. من الان اومدم بیرون، من الان بیکار شدم، زن و بچه دارم، یه دختر 7 ماهه دارم، یه دختر 7 ساله دارم، مستاجرم، صاحبخونه گفته خونه رو خالی کن، ندارم کسی بهم کمک کنه، بیکسم. کی میخواد به من کمک کنه؟ یه لحظه اجازه بدید. ما الان به شما و ملت ایران بگیم نیایید بیرون، الان چیزی تغییر پیدا میکنه؟ با بیرون اومدن هیچ چیزی تغییر نمیکنه. وارد بحثی دیگه نشید. پاسخ منو بدید. ما به شما میگیم نیا بیرون، مثلا مردم ایران رو بگیم نیایید بیرون نیایید. چیزی تغییر میکنه؟ نه چیزی تغییر نمیکنه. پس آقا سال 57 چرا پدر مادرت اومده بیرون انقلاب کرده؟ چرا شروع کرد؟ سال 57 اینجوری گرونی نبود. سال 57 اینجوری گرفتاری نبود. مردم سال 57 مرد شرمنده زن و بچهش نمیشد. الان هر روز خدا داریم شرمنده زن و بچه میشیم ما. ببین یک هفته بیایم بیرون همیشه حل میشه. یک هفته بیام بیرون، اومدم بیرون الان گرفتار شدم دیگه. اومدم بیرون از کارم بیکار شدم. من نه به شما شخصا یک نفر پیدا بشه توی یک فضای مجازی بگه سهراب در دایرکت با من شخصی صحبت کرده، مدرک بیاره، بگه سهراب گفته مثلا بیا بیرون یا این کار رو انجام بده. هرگز. حرف من حرف کلی است. حرف من حرف ملی است. بله کلیه. 80 میلیون. من به شما نمیگم تنها بیا بیرون. من شما میگم آقا 80 میلیون نفر خانواده دارن، زن و بچه دارن، یه مجرد نیستن که بیان بیرون. فدای تو بشم. مجرد نیستن بیان بیرون که بگن خودمونیم. نه اجازه بده.
اگه همه الان متأهل هستن و نمیان بیرون یا نیان بیرون یا ما تشویقشون کنیم بمونید و هیچ کاری نکنید، چیزی تغییر پیدا میکنه؟ خودت هم هیچی تغییر نمیکنه. سهراب یه لحظه ببخشید شما بزرگ مایید، خب یه لحظه من وایسید حرفمو بزنم. من الان خیلی عصبیم. من الان نیا کن زندگی، من الان اومدم توی پارکم، دارم تو پارکم، ساعت چنده؟ 11 و خورده ای، من تو پارکم، هنوز نرفتم خونه از ترس صاحب خونه. من پس برات بگم اجازه بده چون تو اجازه بده من شما رو میبرم پایین چون بحث ما اصلا جناب سر من می‌خواستم سوال کنم تو این خیزش‌ها چند بار این آقا اومدی بیرون؟ نه میخوام اصلا بگید میلیون بار. اصلا نمیخوام وارد این بحث بشیم. دوست عزیز من، اگر میخوای بدی و واقعیت ها رو بشنوی پس بشنو. بنده سهراب اینجا خدمت شما هستم. وضعیتم از همه این شما اسفناک‌تره. آقای اتحاد در جریانه. بله. همین چند لحظه پیش که برای آقای جناب سرهنگ نوشتم و گفتم بعد از لایو کارتون دارم برای شما توضیح خواهم داد. باشه عزیزم، دوست عزیز شما رو پین کردم، خوب گوش بدید. بعضی چیزها رو ما نمیشه بگیم، همه مشکل دارن. خود جناب سرهنگ رضایی، کوروش عزیز که لایو میذاره، ناصر عزیز، آقای اتحاد عزیز، زندگیامون و همه مسائلمون، همه تفکراتمون با مشکلاته. من بچه های عزیز در خطر دیپورتم، خیالتون تخت. من در خطر دیپورتم. آخرین لایو هایی است که فکر میکنم مهمان هم خواهیم بود، خیالتون تخت. اما به رخ شما آوردم، ما یک جان داریم که در راه وطن باید بدیم. حالا یکیمون به عمر طبیعی که امیدوارم همتون به عمر طبیعی باشه، یکی هم مثل بنده یا دیگری یا آقا دوستان من که با من توی کمپ بودن دیپورت شدن. چی میگید برای خودتون؟ همه ما در معرض خطریم. ببینید هیچ کس بی مشکل نیست. شما فکر نکنید کسایی که در خارجن رفاهن، با تمام مشکلاتشون میان برای شماها برنامه اجرا میکنن. از کوروش عزیز بگیرید، از امیر عزیز بگیرید، از ناصر عزیز بگیرید. بابا یکیتون هنوز زنگ زده به آقا ناصر بگه آقا مریضی، خوبی، حالت خوبه، بدی، مشکلی داری؟ مثلا میگم، حالا کسی احتیاج نداره. اینجاست که باید هوشیار باشید عزیزان من. ما تک تکمون تو مشکلاتیم، ولی آیا می شود ایران رو فراموش کنیم؟ من که باور کنید صبح، ظهر، شب، عصر، خواب، بیداری، خواب ایران، همه چیزم ایرانه. پادشاه هم به ایران. تمام شد. آقا روزی اگر من آوردن توی مثلا یه محدوده‌ای قرار دادن، شما عزیزان باز کار خودتون رو باید انجام بدید، ادامه بدید. این حرفا چیه؟ ما شما رو آوردیم بالا، 2 بارم آوردم، 1 بارم قبلا، دیگه هم نمیارمت. چون من نیومدم اینجا از یأس صحبت کنم. من میخوام از امید بگم. تا لحظه آخر روز مرگم از امید خواهم گفت. من نیومدم اینجا که برای ناامیدی ها صحبت کنم. من اومدم اینجا به شماها دلداری بدم که ما پیروزیم. من نیومدم توی فضای مجازی که بیام بگم آقا مردم بیایید کمک نجاتم بدید. اینا نه. به اونایی که باید بگم خواهم گفت. همه ما، کوروش عزیز که لایو میذاره، فامیلش یادم رفته، آقای اتحاد اگر ذهنت میرسه، قرایی، کوروش قرایی، بابا با هم صحبت میکنم، میگو بابا مریضیم، میگو آقا من فشارم میره بالا وقتی لایو میذارم، کافیه 2 نفر بیان از ناامیدی براش صحبت کنن. اون داره برای شما از امید میگه، شما دارید به برش میگردونید به ناامیدی. ملت ایران احتیاج به امید داره. ملت ایران احتیاج به براندازی داره.
ملت ایران تفسیرش باید براندازی باشه. تمام. ملت ایران برای امید به هم دادن باید زنده بمونه. ما ملت زنده ای هستیم که زور در مقام ما رو سلب نشون دادن و نشوندن به نام مرگ تدریجی. ما میخوایم از این بحران بیایم بیرون، ولی اینکه تک تک ما که میایم صحبت میکنیم کشته بشیم. هوشیار باشید. آقای اتحاد عزیز تا صحبت میکنید من آریای عزیز رو بیارم بالا. همه من امیدوارم که این بار مردم با دست خالی نیان کف خیابان و دست پر بیان کف خیابان. این بار مادران و پدران، یعنی وقتی جوانانشون که اومدن کف خیابان، پدر مادران یعنی بیان در کف خیابان. این نباشه که بایستان خونه بچه هاشون بیان کف خیابان. ببین وقتی زمانی که کشور میخوای پس بگیری از دشمن، این وظیفه همه تک تک همه ایرانی هست. تک تک من، شما، همه تک تک. شما میخوای منافع صداد روای آقای اتحاد داری چرخش میزنی، فدات بشم. الان آره خوبه؟ فکر کنم تلفنت زنگ خورد. بفرم. نه زنگ نخورده. اینی که جناب سهراب ببین، چون کشور دست بیگانگان هست، این وظیفه همه تک تک همه ماست که باید این کار رو انجام بدیم. من امیدوارم که این بار صدای من به گوش همه ایرانیان و ملت ایران برسه. این کشور دست بیگانگانه. همونطور که رضا شاه دوم گفتن، پوتینا رو باید بپوشیم، بیایم کف خیابان و کشور رو پس بگیریم. و تنها راهی که داریم ما همین کار هست که، و این کاری نداره که آخه جناب سهراب 80 میلیون در برابر 5 میلیون کاری داره. جناب سهراب به خدا کاری نداره. یک اراده هست، یک اراده ملی. بابا 80 میلیون نه 50 میلیون در برابر 5 میلیون نیستن. به خدا کاری نداره که. به خدا نیستن. به خدا بابا وقتی بریزیم بیرون اینا رفتن. کجایی شما؟ آقا شما 50 میلیون اگر متمرکز بشید 100,000 نفرتون در خیابان، معذرت میخوام، توف بندازید تو خیابان، میبینی چه سیلی به وجود میاد. آره توف بندازید. توف. من میخواستم یه چیز دیگه بگم. نمیشه. خب ولی خب نمیشه. میخواستم ما بگیم توف. عزیز. بابا توف بزنی میشه دریا، طوفان میشه، اونا میرن. این یک اراده است. این اراده رو باید بیایید آقا باور داشته باشه آقا ما میتونیم این کار انجام بدیم. آپولو نیست که میخوای هوا کنی که. بیا خیابون ببین چجوری اینا میرن. اینا وحشت دارن. اینها جناب سهراب، این جمهوری اسلامی تنها وحشتی که داره از مردمه، نه از آمریکا داره، نه از من داره. این از مردم داره. مردم میلیونی وقتی بیایم بینه اینا رفتنیه. آقا به راحتی ما اون خدایی که شما ایمان داری، فردایی شما بهترین زندگی رو خواهی کرد، بهترین آزادی رو خواهی داشت، بهترین، یعنی منشأ همه چی داری. الان که الان نداری بخاطر دست دشمنه، دارن غارت میکنن میبرن. ببینید من یه توضیح هم بدم. جناب آذری عزیز نوکرتم، خیلی خوشحالم که در لایو هستی. هنوز مطلب اینو نوشتن همه باید یکی بشیم تا از صد اینها بگذریم. گوش بدید عزیزان من. ببینید ببینید دو عامل جمهوری اسلامی رو از بین میبره. بذارید اعتقادات و تجربیات خودم رو بیان کنم، خیالتون راحت. ببینید عامل اول که بسیار مهمه که امروزه باش مواجه هستیم، همه فکر میکنن مردم باید کار رو به اتمام برسونن. نه، عامل دو تا باید باشه. اول شکاف در خیمگاه دشمن که به وجود اومده. شکاف در درون حکومت ملایی است که به وجود اومده. دوگانگی
بر سر ایدئولوژی که به وجود آوردن، که به وجود اومد. دوم قدرت دارن با هم دیگه میجنگن، بحث میکنن. بله، این شکاف وجود هم دیگه رو میکشن. مثالش هم برای شما خواهم آورد. دوم مردمی هستن که عاصیان و پایان دیکتاتوری رو عزم کردن در ذهنشون که ملیگرایانه ورش دارن از بن و بیخ. عامل اول، شما اختلافات رو در بین جمهوری اسلامی به وضوح دارید میبینید. همون ساله که اولین بار اومدیم توی خیابان و فریاد زدیم رضا شاه روحت شد، حضور ذهن تک تکتون باید باشه. از کجا اومد؟ مشهد علم الهدا. سر چه جریانی؟ اختلافات علم الهدا و تیم او با کی؟ خامنه‌ای. با خامنه‌ای و طرفداران آقای بنفش. بله، خوب یادتون باشه اون بهانه‌ای شد. اونا فکر میکردن این اختلاف رو بندازن، مردم و طرفداران آقای علم الهدا و حکومت در مقابل فرض بفرمایید روباه بنفش یا مثلا آقایون ایکس و ایگری میتونه اون آرامش رو برقرار. منتها ملیگرایان یک دفعه صفحه رو برگردوندن. ملیگرایان فریاد زدن رضا شاه روحت شاد. اون عامل همبستگی ملی مردمی منجر به کف خیابانی شد. پس اختلاف به اضافه هجوم ملیگرایان و مردم در کف خیابان. خوب گوش بدید. در وهله دوم عاملی بود که ما به مرور از اون جنبه ملیگرایی استفاده کردیم در مقابل جمهوری اسلامی. او به ما فشار می آورد که حکومت برقرار و آباد خواهد بود. ما به او فشار می آوردیم ما نه تو رو میخوایم، نه دینت رو میخوایم، نه تمام بساط تو رو میخوایم. ما در این تقابل بسیار هوشمندانه نوع حکومت، خوب توجه کنید، و شخصیت خود اهورایی اعلیحضرت رو به عموم جهان اعلام کردیم. پس شکاف در درون حکومت. عامل دوم مردمی که بایستی همبسته می شدن. این اتحاد وجود داره، این همبستگی وجود داره، این دلزدگی از جمهوری اسلامی در بین مردم ایران مشهود. دوستان نازنین، فقط اون عامل یا اون جرقه یا اون آتش زیر خاکستر رو احتیاج داریم که پایان دیکتاتوری رو رقم بزنه. حالا از کجا و در چه شرایطی و چه شکلی و چه کسی در چه شهری در چه روستایی در چه استانی در چه قومی این آتش و این جرقه زده خواهد شد، به قول ملاها الله الصمد. بنویسید جاوید شاه. ببینید یادتون باشه ما چیزایی به دست آوردیم که جمهوری اسلامی سالها نه 1400 سال کوشید تا اونا رو به دست بیاره. شما فکر میکنید مثلا فرض بفرمایید آخوندها حسن و حسین رو به این راحتی تو ذهن ایرانی‌ها کردن؟ مذهب رو به این راحتی آقا رقیه‌شون رو ما نمیشناسیم به زور توی ذهنمون کردن. آقا علی اکبر و علی اصغر برای ما شده بود باور کنید برادر کوچیک و خواهر کوچیک ما، فکر می‌کردیم اونان. امروز دانایی ما خیلی زیاده، هوشیاری ما خیلی زیاده، فاصله ما با جمهوری اسلامی به تار مویست بچه‌ها. حالا یا ما زنده خواهیم ماند و خواهیم دید یا ما هم در جرگه وطن پرستانی که امروز در بین ما نیستن و نامشان طلایی می‌درخشه خواهیم پیوست و یاد خواهید کرد از این صحبت‌های ما. امروز دوستان اهورایی من تعارف با هم نکنید، گولتون کسی نزنه. همبستگی که ببینتون وجود داره به اینا میخندید. این همبستگی شاهکار تاریخ ایرانی هاست که در خیابان های لندن مهد به وجود آورنده ملاییسم در ایران و خاورمیانه میبینید دلاوران و هموطنان ما
میستن و به آنها میگن که آخوند از ما نیست و باش میجنگن. اونجا لانه فساد آخونده، مهد تمام خزعبلات آخونده. چی میگید برای خودتون؟ اینجاست که ما باید هوشیارانه و با دقت اهورایی خودمون، پیوند قلبی خودمون و شاهمون رو حفظ کنیم تا اون شکافی که در درون حکومت وجود داره و یک جرقه‌ای که ما بهش احتیاج داریم مهسایی دوباره و قیامی اهورایی به وجود بیاره که زمین و زمان آخوندی است و زمین زمان این ملایی است و زمین زمان این چپگرایان رو به هم بپیچونه. همه بنویسید جاوید شاه. اتحاد جان بریم یه عزیزان رو هم دعوت کنیم، خیلی ها فکر کنم در صف نوبت هستن. جناب استاد من دوباره میخوام این تاتو رو میخوام نشون بدم رو دستم و آره میهم پرستان ببینن که و این تاتو رو کسایی که مثلا دوست دارن بذارن، یعنی تاتو کنن. ببینید من جناب سراب ندیده ولی من دوباره جناب سراب من همین الان نشون میدم. بله الان مشخصه. تصویر کامنت یه دقیقه نگاه کنید. بله مشخصه دیگه. آره مشخصه عزیزم. آره بچهای عزیز، امروز آقای اتحاد توی ایران خود اعلیحضرت به این مسئله متذکر شد، در رسانه مصاحبه با اشپیگل اعلام کرد. بله اعلام کرد که جوانان اهورایی ما توی عزیزان کسایی که میخوان بیان بالا اینجا بنویسن ببینم چی میخواد بیاد بالا. متاسفانه عزیزان نازنین من 2 تا درخواستم زدم از عزیزانی که در لایو حضور دارن و درخواست زدن. آقای آریوی عزیز وصل نشدی. آقای اتحاد باز سرچ میزنی ها؟ الان خوب شد. چرا سرچ میزنی؟ آقا صدا تو دارم ولی تصویرت رو نه. الان خوب شد. آره الان خوب شد. دوستان عزیزی که میخوان بیان بالا اینجا بنویسن ببینم کی میخواد بیاد بالا من بیام. ببینید جناب سرا خود احمدی نژاد اومده خودش گفته، میگه خودشون میکشن، خودشون گریه میکنن، خودشون یعنی خط میگیرن. ببین خیلی یعنی اینا فهمیدن درون این نظام دعوا شکاف افتاده بین، یعنی همون زمان یزید و حسین حسن با هم دیگه یزید اینا جنگ کردن، خب فامیل بودن دیگه، با هم حکومت میکردن. همون اتفاق یعنی اینا افتادن به جون هم دیگه. اینی که اینا پایان این حکومته، بینشون دعوا شده که اینا به خاطر قدرت و به خاطر همین پول و منافع کشوری که دستشون هست. اما مردم باید چی؟ هوشیار باشن، آگاه باشن. آقا این حکومتی دلسوز نیست، این حکومت باید بره دیگه، باید نابود بشه، واقعا باید نابود بشه دیگه. خسته کرد، همه رو خسته کرد. تمام ورزشکارا، تمام نخبه ها، تمام دانشجویان، تمام اونایی که باسواد هستن، پرستارا، همه دارن میرن. بله جناب اتحاد فکر کنم از ایران یکی رو بردیم بالا به خاطر اینکه وضعیت اینترنت جالب. سلام درود بر شما. درود عزیزم بفرمایید. اجازه صحبت کنم؟ آره عزیزم صحبت بکنید بفرمایید. والا من نمیخوام بگم، یه ایرانی هستم، کارگرم، استانبول ترکیه کار میکنم، ترکیه استانبول. بله حقیقت تمام هموقم من و بچه هایی که اینجا هستیم 10 نفریم توی کارخونه ترکیه کار میکنیم. ساعت سازی جالبش اینجاست، 10 نفر کارگر ایرانی هستیم ترکیه کار میکنیم. بعد ساعتایی هم که اینجا ترکیه ساعت سازی کار میکنیم، ساعتایی هم که ترکیه تولید میکنیم صادر میشه به تمام اروپا. بله. خیلی عجیبه، حتی به خود ایران هم صادر میکنیم. ساعتایی که اینجا داریم تولید میکنیم به قلب اروپا. 2 روز پیش خدا شاهده بارگیری داشتیم، یه ترانزیت اومد اینجا، 1 تریلی کامل بار زدیم رفت به مقصد برلین آلمان. بله. اینا رو که واقعا آدم بهش فکر میکنه، اینا به اندازه همین کلمه من به اندازه 10 تا کتاب معنی داره.
چرا باید 10 نفر ایرانی 10 نفر کارگر ایرانی من بیام ترکیه یک کشور بیگانه اینجا کار بکنم و جالب اینجاست که محصولی که من اینجا تولید میکنم صادر بشه به کشور خودم و تمام اتحادیه اروپا. بله متاسفانه این یکی از معضلات. فقط تنها راه بیرون رفتن از این شرایط عکس مقدسی که تو پروفایل من. فقط میخوام اینو بگم، باید من کارگر با حداقل سواد با حداقل شعور، خب ولی امروز از برکت این اینترنت، از برکت شبکات اجتماعی مثل جناب علی و سایر دوستانی که هستند به این بلوغ ذهنی، به این باور رسیدم و خیلی های دیگه رسیدن که تنها راهی که قرار باشه نمیدونم آینده‌ای برای من ایرانی، برای من جوان، برای هر جوان ایرانی که بتونم تصور بکنم یه آینده خوبی رو، فقط در گرو اینه که یه شخصی که حتی پدر بزرگش کهن‌سال فقیدی بوده و ایشون خیلی آرزو دارم، خیلی امیدوارم، نمیدونم 1 سال دیگه 5 سال دیگه نمیدونم چه وقت دیگه، خب واقعیت حقیقتا تنها امیدی که ته قلب من برای آینده، برای زندگی، برای فرداها روشنه اینه که یه روزی بشه که باز بتونم اون پرچم مقدس و اون شیر و خورشید مقدس و این آلمو حذف کنم، اون آلمو خوشگله رو وسط این پرچم تو این کشورم ببینم. واقعا خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم اون روزو ببینم. واقعا ازتون متشکرم، خیلی متشکرم. فقط 1 دقیقه وقتتون رو گرفتم، عذرخواهی میکنم. مرسی جاوید شاه، مرسی عزیزم. جاوید شاه مرسی. دوست عزیزی رو آوردم، بفرمایید شما نازنین، من در خدمتم. سلام عرض کنم خدمت عمو سهراب و بقیه دوستان. عمو سهراب، یه نعمتی که الان مردم ایران دارن، ما یه شاهی داریم که الان خوشبختانه خدای سیاست است و هر چیزی که لازم است یه شاهی که قرار است خدایگان ایران باشد، ایشون ماشاءالله دارا هستن، سرآمد همه هستن، خوب سیاست ها میشناسن، خوب میدونن با رسانه ها چطور بازی کنن، خوب میدونن که چپی چجوره کیه، راستی چجوره کیه. خوشبختانه فریب و بازی اینا رو نمیخوره. مردم ایران هم بعد از این 45 سال دیگه دست اینا تموم و کمال براشون رو شده است. حتی اونایی که از اینا دم میزنند و نون اینا رو میخورن، در واقعیت اگر براشون یه روزنه باز باشد، همونام شای خوبانا میخوان. انشالله مردم ایران هم یک دست شدن و به زودی به اون اهدافشون میرسن. فقط یکم بیشتر همت میخواد و شجاعت که انشالله به اون ایرانی که میخوایم برسیم، اون اهدافی که میخوایم برسیم. بدون شک این اتفاق خواهد افتاد. من خیلی سپاسگزارم با اون لهجه زیباتون، خیلی خیلی سپاسگزارم و بهتون افتخار میکنم. جاوید شاه، میریم نفر بعد. خواهش میکنم. سپاسگزارم، بهتون افتخار میکنم. ببین جناب سهراب، دوست عزیزی که اومد بالا گفت که توی ترکیه دارم کار میکنم. زمان شاهنشاه آریامه همه کشورها، از آمریکا بگی، اروپا بگی، کشورهای دبی بگی، ژاپن بگی و خیلی کشورها، همه کشورها میمدن تو ایران کار میکردن. جناب سهراب، خب چه اتفاقی افتاده؟ چی شده الان مردم ایران، جوانای ایران میان بیرون از کشور کار میکنن؟ خب حتما یه اتفاقی افتاده کشور. پس ما باید بدونیم که آقا پس کشور اشغال شده، دارن غارت میکنن، دارن نابود میکنن. ما باید چی؟ همت کنیم، بیایم کف خیابان و حکومت نابود کنیم. دقیقاً. این دوست عزیزمون اینجا نوشته چرا تو باید هر شب بهترین کت و شلوارها رو بپوشی ولی ما با شکم گرسنه بریم شهید بشیم. اولا من کامنت های بالای شما رو دیدم دوست عزیز، به خاطر اینکه تو یکی پیش آقای توسی تشریف داری، خدمت میکنی به آقای توسی، با توجه به اون گفتم کامنت های بالات که ابراز فرمودی، من همدم تینت کردم.
به خاطر اینه که تو دوست داشتی خوش خدمتی کنی به ملا، دلا بشی، سلا بشی برای ملا، آقای توسی، آقای کروبی، آقای نمیدونم امثال هم و رهبرت. و من با تمام وجود افتخارم اینه که در بودن و دارا بودنم و ندار بودنم یک دست بودم و این افتخار بزرگی است. بچهای عزیز، ملت ایران ملت با شخصیت، خوشپوش، شیکپوش و اهورایی بودن. آقای شکلات نظام که این مطلب رو نوشتی فکر کردی من نمیشناسم. من ببین دوست عزیز، پشه از بغلم بگذره میفهمم چند مسقاله. پشه هم بال زدنش هم میفهمم، حس میکنم، چه برسه به تو. حالا عزیزان نازنین وارد حاشیه نشید و بریم به سمت عزیزان دیگری که میخوان بیان بالا و صحبت کنن. عزیزان افتخار اینکه شما نازنینان بیایید بالا برای ما زیاده، خیلی خوشحال میشیم، چون صدای شما به هموطنان خودتون و اهوراییان خودتون در سر تا سر جهان شنیده میشه. خواهش میکنم بنویسید منو بیارید بالا، من میارمتون بالا. همینجا بنویسید، همین عزیزان اینجا بنویسید. من برای آوردن بالا دریغ نخواهم کرد. یه دوستی اومد بالا و متاسفانه آقای اتحاد فکر کنم افتاد. بله افتادن، نتشون خوب نیست، افتادن فکر پایین. میکنم اصلا دوستان عزیز پایان لایو رو باید اعلام کنیم، به خاطر اینکه لایو اصلا دیگه بسته شد. همین آقایی که آوردیم بالا که افتاد پایین همین لحظه متاسفانه اینترنت رو مختل کرد و همونطوری که بهتون گفته بودم دیگه عزیزان از حیث آمدن به بالا و مستفیض شدن از بیانات شما، نظرات شما، گفتمانهای شما، من با تمام شرایط پوزش میخوام از همتون. به همتون افتخار میکنم. شب اهورایی داشته باشید. ما در روزهای آینده کارهای بسیار بزرگی خواهیم داشت و ما با تمام وجود یادتون باشه افتخار ملی ما این خواهد بود که نگاهمون رو، نگاه درستمون رو و شکوه اهوراییمون رو به معرض دید عموم بذاریم و این تصور اهورایی رو داشته باشید دوستان که ما از سد آخوند گذشتیم و شکوه ما در وجود ماست، در هویت ماست. ما پادشاه داریم، پرچم داریم، شهبانو داریم، شاهدخت داریم، والا حضرت داریم. ما بیکس و کار نیستیم دوستان عزیز. ما پدر بزرگ داریم. ما همه آمار و حقوق بشر داریم. بله، ما مادیات درون کشورمون برای خودمون باشه، همه ما مستفیض میشیم و به شکل بسیار اهورایی میتونیم کارساز باشیم برای کشورمون هممون. درود عزیزان نازنینان. من متاسفانه دوستان نازنین وصل نمیشید، خیلیاتون دیگه وصل نمیشید چون اینترنت گفتم تا یه مقطعی جواب میده و متاسفانه دیگه نمیتونم کسی رو بیارم. اتحاد جان سخن پایانی از شما. این لایو رو هم در یوتیوب فردا خواهیم گذاشت. سخن پایانی من همه جوانان ایران زمین، پیر جوان، این است که شعارنویسی رو ادامه بدن و پرچما رو آماده کنن و یک خیزش ملی به زودی این اتفاق خواهد افتاد و همه خودتون رو آماده کنید در کف خیابان و ما گذر کنیم از جمهوری جنایتکاران جمهوری اسلامی. 45 سال دیگه دروغ و فریب و کلک و شارلاتانبازی و اختلاس و غارت و جنایت، اعدام و یک کتاب باید نوشت برای جمهوری اسلامی که این همه یعنی کارهای منفی انجام داده گذر کنیم. به درود. جاوید شاه پاینده باشید. خسته نباشید و سپاسگزارم جناب اتحاد ناظری. مرسی عزیزم. جاوید شاه. ببینم اتحاد عزیز رو بردم پایین، میشه از اینجا کسی رو آورد بالا؟ فقط محض اینکه بدونیم این مشکل از پیج اتحاد نیست دارم اعلام میکنم. اگر عزیزان اینجا هستن و میخوان بیان بالا یکیتون بنویسه، من در خدمتتون خواهم بود. سپاسگزارم عزیزم. بله عمو سهراب فدای تو بشم. لایو بسته میشه متاسفانه. لایو اون قدرت خودش رو بعد از اینکه به هر حال ریکوست ها قطع میشه اون لایو بسته میشه و شما در اون بالا اگر نگاه بکنید ریزش افراد رو میبینید
و این هم مزید بر علته که بدونید عزیزان نازنین از چه بابت و از چه جهت این مسئله پیش میاد. من یه نفر رو زدم اینجا نوشته من میخوام بیام منو بیارید بالا. اگر این آقای عزیز رو هم زدم، امیدوارم یکی از این عزیزان وصل بشه. امیدوارم، نمیدونم، اگر وصل نشد از حضور گرم شما مرخص خواهم شد و تا شبی دیگر با شما در لایوی دیگر در خدمت شما خواهم بود و این افتخار بزرگی است بچه‌های عزیز. امروزه من، شما و دیگران در سرتاسر جهان در یک لایو سیاسی کنار همدیگر به جنگ اهریمنی رفتیم که پایانش روز سفید و اهورایی رو، گرمی رو، زیبایی رو نوید میده. من با تمام شرایط بهتون گفتم ایران اهورایی متعلق به شماست. نه عزیزان وصل نمیشید متاسفانه و من از حضور گرم شما مرخص میشم با 2 تا وصیت مهم که همیشه بهتون کردم. در کنار اعلی حضرت بمانید، به گوش باشید و به هوش باشید که اون جرقه اهورایی بزنه همه با هرچه در توان دارید این بار به خیابان بیایید. به هوش باشید و هوشمندانه عمل کنید که ایران آبستن پایان تمام سیاهی ها و پلیدی ها است. صدای من رو دارید عزیزان؟ صدای من اگر هست، چون آقای رومی عزیز نوشتن، عادل عزیز، استاد نازنین که صدای من رو نداره. به هوش باشید که ایران در یک رنسانس و تغییر بزرگ قرار داره. جناب عادل عزیز صدای من هست، دوستان دارن می نویسن. به هوش باشید که ایران با سهراب یا بی سهراب ایران طلایی است. ایران با شکوهی است که پایانش به دست تو و امثال من و امثال دیگران و فرمان اعلی حضرت در حال تغییره. به هوش باشید که ما دیگه در کشورمون توسی ها و امثال این شکلات ها رو نخواهیم داشت. فلسفه بچه بازی و باجناق بازی و مسجد زیر زمینی و امثال هم برچیده خواهد شد. به هوش باشید که در ایران طلایی ما اینترنت رایگان خواهد بود. من این قول رو اینجا میدم، خواهید دید به محض این که ایران وارد پروسه براندازی بشه. من قول بهتون میدم کشورهای جهان متقاعد خواهند شد که ایران اینترنتش رو به دست بیاره. مردم ایران به دستور اعلی حضرت تا ابد، قول بهتون میدم، در این کشور اینترنت رایگان خواهد دید با قدرت ماورا طبیعی خودش. ایران برای روزهای طلایی مردمش سینه به سینه دارن به همدیگه عشق می‌ورزن. ایران سرزمین طلایداران است، نه این شوم صفتانی که شماها می‌بینید. ایران دیگه جایی برای بچه‌های یه حلقه طلایی و توسی و امثال ها نیست. دیگه کسی برای سایبری و داستان حسین کرد شبستری و رفتن زیر بال این هیئت و اون مصیبت و اون آقایی که مثلا تو فرمانداری بوده یا فلانجا دیگه نیست، نخواهید دید. شایسته سالاری سرزمین ما رو به اوج خودش خواهد رسوند. ایران جای خدعه دیگه نخواهد بود. ایران جای خدعه‌گران دیگه نه، چون دروغ برچیده خواهد شد. فرهنگ طلایی شکوهمند و زبان شیوای فارسی به زبانهای مختلفی که مردم در کشور ما قوم ها دارن همه ازش بهره خواهند بود. زبان مشترک ما رو همه بلبلوار به جای آیت الکرسی و
صحیفه سجادیه و القرآن کریم و مجید و امثال هم مردم دعوت میشن به شاهنامه خوانی. یادتون باشه جواناش اهورایی شعرهای خودشون رو سینه به سینه به آیندگان منتقل خواهند کرد. دیگه شما عزیزان فرهنگ کثیف آخوندیسم رو در ایران نخواهید دید. مردمی خواهند آمد بعد از ما به همه ما افتخار خواهند کرد. مردمی خواهند آمد به همه ما چنین یاد خواهند کرد که بودند کسانی که در تنگنای اقتصادی و تنگناهای مختلف اجتماعی سیاسی شاهکار کردند، ایستادند و گفتند جاوید شاه به همه ما. ببین شکلات آقای محمد بچه توسی، یادت باشه توهین به من کردی، به خانواده هم کردی یا دیگران کردن که من زن ندارم. زنم دارم 7 سال پیش خودش هم طلاق گرفته، خیالتون راحت، به خاطر همین مسئله سیاسی. خیالت راحت. ولی توهین به این خانمایی که اینجا میکنن منجر به بلاک تو شد. تمام. اینو بلاک کنم بندازم پیش عمه و یوجیبه و مسترعزاش. ما از همه چیزمون گذر کردیم. بانو میترای عزیز انداختمشون بیرون، به این مسائل نپردازیم. گفتم سرزمین من و شما سرزمین طلایه‌دارانه، سرزمین شاهانه، سرزمین تاجدارانه، سرزمین شناسنامه داریه. ما هفت پشتمون مشخصه. ما میدونیم که چی کار داریم میکنیم دوستان. ما هممون میدونیم چی کار داریم میکنیم عزیزان. ما هممون میدونیم چه افتخاری با هم داشتیم و خواهیم داشت. این که شما نازنینان دارید میبینید پایان دیکتاتوری است. ما به هویت خودمون می‌نازیم. شب شما نیک پر از ستاره اهورایی و از همه شما عزیزان من سپاسگزارم که این وقت میذارید و در این راه کوشش میکنید. تاجدار بمانید، به خودتون افتخار بکنید. همه بنویسید جاوید شاه. در انتهای لایو هستیم، در انتهای لایو هم هستیم. توضیح این رو هم بدم عزیزان نازنین، در یوتیوب من منتظرتون هستم. انداختم بیرون، نگران نباشید. خواهشی که ازتون دارم، تنها راه ما مشخصه. به این دلخوش نباشید احمدی نژاد کیه چی کار است، همه شناسنامه‌شون مشخصه. به اصل کار بپردازید. هویت ملی. سوادم احتیاج نداره، هیچ چیزی احتیاج نداره، فقط تفکر، حس، عشق که شما ازتون همه برمیاد و دیدیم و همه بهش افتخار میکنه. همین. ببینید مهم نیست که چقدر کی سواد داره ها، تمام، کی نمیدونم علمش از کی بیشتر الان بالاست. نه، در جنبش همبستگی اهورایی ما بچه‌های عزیز، حس وطن پرستی و ملیگرایی نقطه اولویت فعلا برای براندازی. احتیاج به سواد نداره. یکی بی سواده، آقا ما مادران و پدرانی داشتیم بی سواد در سال 57 از 40 تا دانشمند و باسواد و دکترا و تکنسین و متخصص و جراح و ارتوپد بهتر درک کردن و گفتن این جانوران چه کسانی هستند. ما احتیاج فقط به ملیگرایی داریم. آقا من بارها براتون تعریف کردم، مادر خدا بیامرزه بنده سواد نداشت، اما تا لحظه مرگ میگفت شاه رکن اصلی و اساس نگهداشت کشور ماست و درست هم میگفت.
میگفت این ملا جیب گدایی داره. ملا از ما نیست، ما باور نمی کردیم، نه که من، همه مردم. ما احتیاج بود درسته که این ملائیسم رو یک بار محک بخوره در تاریخمون و هزینه‌ش هم دادیم، ولی به چه بهایی؟ یک نسل کامل سوخت، 2 نسل از بین رفت. اما امروز بابا ما پشت سر خمینی، آقا برید سال 57 فیلم ها هست، برید جان مادرتون نگاه کنید. من خندم میگرفت، یارو رفته بود خارج، درس خونده بود، دکترای اقتصاد داشت، دکترای اقتصاد، شوخی نیست. اومده بود پشت سر خمینی نماز میخوند. من گفت این مولای من است. میفهمید چی میگم عزیزان؟ همین آقای ملی منقلی بود، آقای اسم خوبی هم داره، بختیار آخرین نخست وزیر شاهنشاه آریامه که انتخاب مجلس هم بود و سکان، ببینید در آخر حکومت پادشاه عزیز دیدید تون نخست وزیراش عوض میشد. از مثلا فرض بعد از هویدای ناسنین آقای جمشید آموزگار، بعد از ایشون به سرعت برق شما دیدید اون آقای دوست عزیز آقای عادل عزیز بیادآوری بکنید این عزیزان رو، من خیلی سپاسگزار میشم. به سرعت برق سلسله مراتب اون آقای مذهبی یادم رفته اسم نحسش، اون بلند قده، بعد از ایشون آقای ازهاری و در انتها هم شما دیدید آقای ملی منقلی، بله شریف امامی. آفرین ناصر عزیز، نوکرتم ناصر جان. بله، تند به تند انان مرکب نخست وزیری رو داد دست اینا. هیچ کس نپرسید چرا تند این سلسله دست به دست هم دادن، چرا نپرسیدید؟ امروز با شرافت شما نازنینان همه ببینید الان می نویسن شریف امامی شریف امامی شریف امامی. این آگاهی شماست، این یعنی جاوید شاه، این یعنی شما با خدای ایران هر کدومتون یک کارشناسید عزیزان. پادشاه عزیز وقتی دید ملتش، تمام افراد جامعهش دارن فریاد میزنن که ما تغییر میخوایم، به همه شما احترام گذاشت. آقا خواهشاً اینو توجه کنید. بعد از جریان نازنین اهورایی، آقای هویدای نازنین میاد مرکب و عنان حکومت رو به انتخاب مجلس، انتخاب مردم احترام میذاره پادشاه. و در این سلسله شما بعد از ایشون میبینید جمشید آموزگار رو میاد. جمشید آموزگار وقتی میاد تواناییش رو ارائه میده، مذهبی ها قدرت میگیرن، ملی منقلی ها، خوب توجه کنید، ملی منقلی ها فریاد میزنن با پادشاه عزیز ما مخالفت میکنن. گروهی که میشینن توی برحال کنفرانس هایی که با پادشاه عزیز داشتن اظهار میکنن مردم ناراضی هستن و اله و بله، میگه آقا مجلس دوباره برای رأی گیری اگر میخواد میتونه انجام بده. بعد از جریان جمشید آموزگار حکومت رو در اصل پادشاه به تمام مخالفینش این امکان رو داد
که یک بار برای همیشه خودشون رو محک بزنن تا در تاریخ ثبت بشه که اینا کاری نبودن جز مانع. خوب توجه کنید عزیزان، کاری که شاهنشاه اهورایی ما انجام داد امروز تمام شما دارید تفسیر میکنید و درستی هم دارید میبینید. پادشاه عزیز ما در اصل احترام گذاشت به تمام عقاید، تمام نظرات مخالفان. شما میبینید بعد از جمشید آموزگار که تکنوکرات بزرگی مثل امیر عباس هویدا رو کنار میذارن و ایشون میاد که ناتوانیش هم مشخص میشه، بعد جمشید آموزگار میاد مذهبی به تمام عیار که اون جریان درون مجلس رو میذاره و اختلافات خودش رو بیان میکنه که میگه آقا من دیگه اون شریف امامی 50 سال نمیدونم 20 سال پیش نیستم. احمق، مملکت رو به تاراج دادی. خب شریف امامی میاد چند سبای تون اینا رو میگم که لایو رو تموم کنم دیگه. بعد از ایشون شما میبینید ازهاری میاد حکومت نظامی رو برقرار میکنه که خیلی اعتقاد داشتن به پادشاه میگفتن اگر حکومت به شکلی نخست وزیر ما نظامی باشه میتونه کنترل رو به دست بگیره. گفت امتحانش با خودتون، انتخاب با شما. چرا پادشاه این کارو میکنه؟ میخواست بگه بهشون شما اگر واقعا وطن پرستید این عنان مرکب دستتون، ببینم چی کار میکنید. نتونست. بعد از اون شما میبینید بعد از این تشکلات شما مشاهده میکنید میاد و نخست وزیری رو عوض میکنن به نام شاپور بختیار، مخالفی از ملی منقلی ها و دوست صمیمی همین بازرگان و سنجابی و امثال همی که در تاریخ نام ننگشون هست. چه اتفاقی میفته عزیزان؟ چه اتفاقی میفته به نظر شما؟ درود عزیزان، درود تری. تاریخ این گونه است. او 37 روز نتونست دوام بیاره، خود رفقای خودش بهش خیانت کردن. پای اون کنفرانسی که قرار بود ساعت 3 بعد از ظهر از رادیو تلویزیون ملی ایران پخش بشه حضور به جمع نرسوندن و خودشو تنها گذاشتن. اونم دیگه هیچ کاره بود. همین آقای بختیار میگفت من آقا تو دکتری. این اگه مثلا حسن علی بقال بود عیبی نبود. آقا تو دکتری. دکتر میاد ساواک رو که وضعیت امنیتی کشور رو داره منحل میکنه. دکتر نخست وزیر میاد میگه شاه باید برود. باشه، همه رو انجام دادی. چطور اون آخوند، اون جاوید نام، اون اهورایی نماینده آبادان رو میگم اسمش هم یادم رفت بازم، و اینا دیگه مغز ما کار نمیکنه فداتون بشم باور کن. آقای دانشی میگه اگر شاه برود ایران میره. بختیار هم خواهد رفت، ایران هم خواهد رفت و رفت. همین هم. چطور اون فهمید؟ آقای دانشی فهمید، تو نفهمیدی؟ دکتری بیاد عنان مرکب رو بگیره به دست و بعد خودش اعلام بکنه که من مطالعه کردم روی خمینی و میدونم ایشون شخص بسیار مفیدی. این جانور رو تو مطالعه کردی اینو آوردی برای ما؟ ورود خمینی میدونی تقصیر تو بود؟ رفتنت هم تقصیر خودت بود؟ شاه هم که تقصیر رفتنش تقصیر تو ثبت شد. میخوام بهتون بگم اینه وضعیتی که شما دیدید. بله، غلام حسین دانشی یه تنها معدود عزیزانی بود. ایشون بچه‌های عزیز در دوران محمد رضا شاه یکی از نماینده‌های برجسته آبادان بود و 2 بارم ترور شد و بعدم اعدامش کردن خود خمینی. چطور اون زن اهورایی ما در دسولی هم هست که فریاد میزنه من شاه میخوام، این امامه به سرها ما رو بدبخت میکنن. اون زن متوجه بود
شما متوجه نبودی؟ نمیدونستی؟ اینه که بهتون میگم تاریخ یک پاش میلنگه و خوشبختانه امروز همه شما آگاهید، همه شما دانشتون رو بر اساس تفکر ایرانی و ملیگرایی دارید به رخ تمام چپگرایان دنیا، گلوبالیست، همه ملاییست، کمونیست، سوسیالیست، همه دارید میکشید، پوپولیست، هرچی لیست داره لیست دارید به رخش میکشید. شما شاهکار تاریخ ایران خواهید. من قول بهتون میدم این تاریخ مردان و زنانی رو در برگ زرین طلایی خودش حک خواهد کرد که آیندگان از ما به نام شاهکار تاریخ یاد خواهند کرد. به همتون افتخار میکنم. جاوید شاه، دوستتون دارم و شب نیکی و پر از عشقی برای همه شماها آرزومندم و با تمام وجود بهتون، به تک تکتون افتخار میکنم. شب نیک و بدرود. جاوید شاه.